تا حالا برات این سوال پیش اومده که چرا یک روز 24 ساعته؟ مثلا چرا کمتر یا بیشتر نیست؟ اصلا کی انتخاب کرده که انقدر باشه؟ بریم ببینیم قضیهش چیه. هممون میدونیم زمین هر روز به دور خودش میچرخه. یک دور کامل زمین 24 ساعت طول میکشه. این یعنی طول شبانه روز ما کاملا وابسته به چرخش زمینه. قدیم مردم با مشاهده خورشید و ستاره ها فهمیدن که روز و شب رو میشه به بخشای مساوی تقسیم کرد. با گذشت زمان این استاندارد شکل گرفت. امروز ما همین چرخه 24 ساعته رو داریم تجربه میکنیم. حالا یه نکته جالب بهتون بگم. اگه زمین سریعتر میچرخید طول شبانه روز کمتر میشد و اگه کنتر میچرخید طولانی تر میشد. در نتیجه طول شبانه روز رابطه مستقیم با چرخش زمین داره و هیچ چیز تصادفی نیست. این نظم دقیق باعث میشه دنیا هم عجیب به نظر بیاد و قابل پیش بینی. هر وقت خورشید طلوع یا غروب میکنه یادت باشه یک معجزه واقعی و علمیه. اگه از این ویدیو لذت بردی ساب و لایک یادت نره. تا ویدیوی بعدی خدافظ.